هلو جیفم، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیوی جدید در چنل یوتیوب من. در واقع باید بگم که خوش اومدید به دومین ویدیوی چنل من و اینکه مرسی از تمام کسایی که ویدیوی قبلی رو حمایت کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن و مرسی از تک تکتون و واقعا ازتون متشکرم که با وجود اینکه کیفیت خیلی خوبی نداشت، ادیت خوبی نداشت، حمایت کردید. واقعا ازتون ممنونم و اینکه خب یه معذرت خواهی، اینکه ببخشید بعد از 2 ماه فکر میکنم ویدیو الان داره ضبط میشه و گذاشته میشه. دلیلش این بودش که خب من نمیدونستم که اصلا بیام راجع به چی صحبت بکنم، بیام اصلا چی بگم، چی کار کنم و از این رو چیزا. و خب از ادیتش هم خیلی میترسیدم، یعنی اینطور بودم که چجوری ادیتش کنم، چی کار کنم و اینا. ولی خب بالاخره بعد از دیدن کلی ویدیوهای انگیزشی تصمیم گرفتم که بیام و ویدیومو بگیرم. البته خب الانم واقعا مطمئن نیستم سر این که بیام چی بگم، چی کار کنم و اینا. و میشه گفتش که تقریبا 3 تا ویدیو گرفته بودم من قبلا و این 3 تا ویدیو هیچ اثری دیگه ازش باقی نیست، چون که همشون رو پاک کردم، چون که هم داخل چرت و پرت گفتم، هم اصلا قیافم خیلی ناجور بود. الانم همینطوریه، یعنی الان اونقدر پرفکت نیستم، ولی خب دیگه چاره‌ای نیست و باید از یه جای شروع کنیم. و داخل این ویدیو اومدم که راجع به اتفاقات، چیزها و حالا هر چه که تو این مدت زمان پیش اومده رو براتون تعریف بکنم. منظورم از مدت زمان اون موقعیه که ویدیو رو گذاشتم تا فکر میکنم الان، و قراره که همه چیز رو داخل این ویدیو براتون تعریف بکنم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، پس با من همراه باشید. اولین اتفاق و مهمترین اتفاقی که افتاد برام این بودش که من بعد از 15 سال خدای برادر کوچولو بهم داد. خیلی خوشحالم بابتش، چون که خیلی حس قشنگ و خوبیه که تو بعد از یه مدتی که فقط مثلا یه سری بچه کوچیک توی خیابون و اینا دیدی، یا مثلا توی فامیلتون دیدی، یه دفعه خودت یه نینی داخل خونه‌تون داری، هر روز از خواب بیدار میشی اونو میبینی، هر دقیقه جلو چشته و خیلی حس نازیه و خیلی بابتش خوشحالم. اسمش آرتاه و 7 آبان به دنیا اومد، الان 30th و خیلی من به موقع دارم کارا رو انجام میدم، میدونم خودم اینو. و اینکه خواستم اولین چیز اینو بگم و همین، یعنی اونقدر چیزی براش آماده نکردم، همین. میخواستم یه نکته‌ای هم بگم، اینکه خب با اینکه تا آخرین باری که چک کرده بودم من 15 یا 14 تا ویو داشتم برای اون ویدیو قبلیم و خب اصلا معلوم نیست، شاید این ویدیو اصلا کمتر ویو داشته باشه، اصلا 10 نفر، مثلا 2 تا، اصلا هر چقدر خیلی کمتر ویو داشته باشه یا شاید هم بیشتر ویو داشته باشه. ولی خب اومدم اینو بگم، اینکه من مثلا موقعی هم که دارم فقط با خودم حرف میزدم و هیچ ویدیویی نمیذارم ازش، دارم جمع میبندم همه چیزو و اگر میبینید داخل حرفا میگم بچه ها با اینکه میدونم 100 نفر نیست که منو نگاه کنه، ولی خب من بازم کار خودم میکنم و جمع میبندم به امیدی که یه روزی واقعا منظورم یه جمع باشه. کارهای هنری این مدت همه، وای خدا، کار هنری اونقدر انجام ندادم که بخوام تعریفش کنم. ولی از اون موقعی که مدرسه شروع شده من یه دفتر نقاشی گرفتم که البته معلم گفت بگیر، یعنی من خودم اونقدر سرم نمیشه اینجور چیزا، که داخلش نقاشی کشیدم و خواستم الان نشونتون بدم اون نقاشی رو که ببینید. البته خیلی هم چیز مثلا خوب و خفنی نیست، چون من واقعا ادعایی ندارم و بلدم نیستم و فقط یه کوچولو علاقه دارم.
بهش و همین. فقط اومدم اینو نشونتون بدم. اولیش یعنی صفحه اولش اینه، همچین چیزیه که اول ما خونه کشیدیم، بعد طرحو کشیدیم، بعد کاربن انداختیم، بعدش اینو با یه چیز پررنگ کشیدیم، یه چیز مدادی خودکاری چیزی که طرحش بیفته رو صفحه بعد به این شکل. میدونم یکی شبیه سیبه، یکی شبیه آلوالوه. بچه من خیلی حرفه‌ایم دیگه، چی کار میشه کرد؟ وای اینو چرا پاک نکردم؟ بعدش اینه، این و این چیز خاصی نیست بچه ها. من مثلا خواستم هنر به خرج بدم، بعد یه چیزی توی اینستا دیدم، بعد هیچ شبیه اون چیزی که دیدم نیست. بعدیش یه نقاشیه که این برای دوستمه، بعدیش برای منه. این برای دوستمه، عشق اینه و قشنگه، ولی برای خودم، من برای خودم خیلی دوست دارم چون از خود راضیم. سبز و آبیه، البته زیاد معلوم نیست چون که کیفیت دوربینم مزخرفه، ولی خب آخر ویدیو دوباره بهتون نشونش میدم درست و خیلی قشنگه، خیلی زیاد قشنگه. بعدی یک لیموه، لیمو اینطوری، آره لیمو. بعدی یه نقاشی که برای درس نیست، اینا تا الان برای درس بودن. این نقاشی که دوباره از توی اینستا اینا دیدم و تصمیم گرفتم که بکشم و این شکلی شد. البته خب ببینیم خوب شده ها، واقعا خودم دوستش دارم چون که با نبود امکانات، یعنی مثلا من رنگ پوستش چون که باید کرم باشه، من با قهوه کم رنگ کشیدمش. نه آره خوبه. یکی این آخریه، این هنوز مونده، اینطوریه. این داستانش چیه؟ ببینید اینو ما حالا خطی خودمون خطی نکردیم ما، این جزء داستان بوده، یعنی جزء چیزی بوده که معلم بهمون داده. ما باید از یه نقطه شروع کنیم، مثلا اینجا، از اینجا شروع کنیم، دورش باید آبی باشه، این خود کاکتوس باید سبز باشه، گلدونش باید قهوه‌ای باشه. ما باید از یه نقطه شروع بکنیم، از پررنگ، مثلا اینجا اینو پررنگ کنیم، هی میره جلو کم رنگ تر بشه، دقیقا مثل چیزی که من خلق کردم. همینقدر عالی و بی‌نظیر، همینقدر عالی. و اینکه همین کلی نقاشی دیگه داخل اینستا سیو کردم و البته این اینطوری نیستش که من خودم الهام بگیرم بکشم، نه بچه ها، من گوشی میندازم زیر برگه که نقاشی میکشم. ببخشید که من طراح نیستم. دومین چیز دفتر برنامه ریزیه که همه دوستان میدونن من چقدر رو این تعصب دارم، چون که همینو با پول خودم خریدم، هم اینکه خیلی خاصه، یعنی خیلی فرق داره با بقیه دفترام، چون که این شکلیه، شبیه کتابه، دیلی پلنر، این شکلیه، پشتش هم این شکلیه. بعد حالا داخلش ببینید چقدر ازش رو نوشتم، انقدر ازش رو نوشتم، نمیدونم معلومه یا نه، ولی خب ازش زیاد نوشتم تقریبا، نمیدونم این انقدرش رو ازش نوشتم. و حالا داستانش چجوریه بذارید بهتون نشون بدم. این یک صفحشه که کارهای روزو داره، اولویت ها رو داره، یه موضوع داره، یعنی اتفاقی که اون روز برات افتاده رو موضوعش رو انتخاب میکنی، راجبش توضیح میدی. اینجا هزینه ها داره، یعنی هزینه هایی که کردی و حالا پولی که دریافت کردی، مثلا حقوقی چیزی. اینجا یاد داشته که من خودم اینجا رو شکرگزاری نوشتم، یعنی
یادداشت شکرگزاری و شکرگزاری میکنم. حالا اینم صفحه بعدش نیست، صفحه بعدش این بره، ولی خب چون دیگه اینجا خالیه من اینجا میگم بهتون. اینجا هم لیست خریده، اینجا هم خالیه، خودتون میتونید بهش اضافه کنید که من خودم از ارزیابی روز مینویسم، یعنی روزم رو تحلیل میکنم. خب چقدر با کلاس تحلیل دیگه چه کوفتیه. مثلا نمره میدم، میگم که خونه از 10 مثلا کاری که تو خونه کردم از 10 مثلا 9 بود، یعنی من همه کارامو مثلا انجام دادم و کلش مثلا از 10 فلان بود. اینطوری. اینجا هم کارهای روز بعدته که باید مثلا یادداشت میکنی که یادت بمونه. اینجا هم قرارهای روزته که مثلا اون روز با کی میخوای قرار بزنی. اینم خالیه که من توضیحات تکمیلی مینویسم داخلش. اصلا معنی این چیزایی که میگم من حتی نمیدونم، یعنی مثلا نمیدونم راستش، اگه شما میدونید بگید. اینجا هم یاداوریه، به خودم خیلی الهام میدم سرش. مثلا بذارید بهتون نشون بدم که یکی یاداوری رو چی نوشتم. تلاشت رو بکن تا آخرین لحظه. خیلی بد نوشتم. بعدی بیا یه روز انجامش بدیم، انجام بدیم. یکم اینطوری بهتون نشون بدم. مثلا گوشی مامان، ببینید. آره میبینید. آره. بعد لوح 1000 تایی یوتیوب کشیدم با مدال طلا، خیلی خوب. اینجا هم دوباره لوح کشیدم، فکر کنم نوشتم بیا بچه من هم استرس میگم، بیا سریعتر از اون چه فکر میکنی بهش برسیم. بعد دوباره هر چقدر سخت و مسخره ولی بیا تلاشمون رو بکنیم. دوباره اینجاست قرمز کشیدم یوتیوب رو. بچه من خیلی رو هدفم متمرکزم. دوباره نوشتم هر کاری انجام بدی مسخره است ولی خجالت نکش. اصلا یادم نمیاد همچی چیزایی نوشته باشم، با اینکه این ماه شروعش کردم ببخشید. دوباره یه دونه یوتیوب کشیدم، بهش فکر کن تا بهش برسی. همش در مورد یوتیوبه بچه‌ها. دیگه اینجا یادآوری ننوشتم. بعدش اینجا راجع به یه چیز دیگه نوشتم و آره. و یه چیز دیگه هم این که من بالای صفحه جدیدن میخوام بنویسم که اون روز چه جورابی پوشیدم. شاید مسخره بیاد براتون ولی دوستای من میدونن که داستان چیه. من عاشق جورابم و سعی میکنم مدل های مختلفی از جوراب داشته باشم و مثلا بعضی موقع یادم میره. مثلا دوشنبه من ورزش دارم. دوشنبه یه جوراب بابسنجی پوشیده بودم، بعد رفته بودم به معلم ورزشم نشون دادم، گفتم که آره خانم نگاه کنید هفته بعدی پاتریکشو میپوشم. بعد دوباره هفته بعد دوباره بابسنجی پوشیدم و فکر کردم بهش نشون ندادم و دوباره بهش نشون دادم. بعد معلم اینطوری بودش که گفتی پاتریکشو میپوشی چرا نپوشیدی؟ و من اینطورم که یادم رفته. پس تصمیم گرفتم که بنویسم از این چه جورابی میپوشم. چون بعدی که میخوام بهتون نشون بدم یه سری یادگاریه که فکر میکنم بازم هست ولی من نمیدونم کجاست راستش رو بخواید، ولی خب اشکالی نداره. یکیش برای روز دختره که تیچر زبانمون بهمون داده و یکی دیگهش هم برای هالووینه که ما توی کلاسمون جشن گرفته بودیم و برای هر کس یه رنگه. بذارید بهتون نشون بدم. اینه بچه‌ها، کشش آبیه و به خاطر همین من اینو برداشتم. بعد حالا من برام سوال بودش که داخلش چیه، امیدوارم خرابش نکنم. برام سوال بود که داخلش چی میتونه باشه. بعد دیدم یه آب نبات از این نعنایی هاست و اینم آبیه. آره مرسی از دوست قشنگم سمین. و کشش هم آبیه، درستش میکنم سمین، آروم باش. آره این یکی که برای روز دختره اینه.
شوشولات کش که من هم آبیشو دارم هم سردشو دارم. بدسه به گوشش برسه، حل چشاته. همین خواستم اینم بهتون نشون بدم. بعدی مسابقه است. این و این دوتا برای امساله، یعنی بعد از اینکه من ویدیومو آپلود کردم شهریور من این دوتا رو گرفتم. ای خدا، این برای استانیمه، این برای کشوریمه که اصلا برای این ناراحت نشدم، ولی قبل از اینکه توی کشوری بخوان اسممون رو بگم و مقاممون بگم من اصلا پشمام ریخته بود و الان که دارم بهش فکر می‌کنم باورم نمیشه. اینطوری هم که چت بوده و آره و همین خواستم بهتون نشون بدم و یه توضیحی راجبش داشته باشم. این یکی هم به اضافه ببخشید من این شکلی هم این و این هم چجوری بگیرم ببینید، این و اینم هر دوتاش طلاه، اون نقره است، این طلاه، این طلاه، اینم طلاه. این دوتایی که الان بهتون نشون دادم هر دوتاش طلا بود. این کوچولوه برای استانیه، این برای کشوریه، برای پارساله که اولین مسابقاتم بود. و آره یه چیز دیگه هم که میخوام راجع به همین ورزش و مسابقات و اینو باتون صحبت بکنم فایت بود. فایت من خودم خیلی فایت رو دوست دارم، با اینکه آسیبش خیلی زیاده و اینکه اگه بخوام مسابقهش رو برم مطمئنا از استرس میمیرم یا تا مرز قش کردن میرم. یعنی این اصلا تعجبی و هیچ اصلا تضمین شده است این که من همچین اتفاق برام میفته. ولی مثلا ما سه شنبه ها دیگه فایت میکنیم داخل باشگاه. این یه چیز عادیه که دیگه سه شنبه ها با خودمون وسیله فایت میبریم و اینا. فایت توی کلاس و توی مسابقه خیلی فرق داره، خیلی. مثلا سنسیمون اینطوریه، سنسی یعنی مربیمون، مربی. مثلا اینطوریه که بچه‌ها با هم دیگه دوست باشید، همدیگه رو نزنید، یعنی بزنید سرعت رو ببرید بالا ولی قدرت زدنتون رو بیارید پایین. یعنی مثلا فکر کن این پایه تو جیگو چاکی میزنی اینطوری، این سر مثلا این پایه اینطوری میزنی، این همون امتیازو داره، اینم همون امتیازو داره، ولی توی باشگاه نمیتونی اینو بزنی، بعد اینو بزنی که اونقدر زیاد دردش نیاد، آسیب نبینه و از اینجور چیزا. بعد آقا من جلسه پیش که فایت کردم، یعنی هفته پیش که فایت کردم، من یه حرکت زدم فکر میکنم، بعدش اون کسی که داشت با من فایت میکرد یه دونه زد و من افتادم و من به پشت افتادم به دست چپم و هنوزم درد میکنه بچه‌ها. تموم شد و هنوزم درد میکنه. بعد حالا سنسی اینطوری بودش که آفرین بهت، دمت گرم، به اون دختره ماشاءالله بهت که زدی زمین. و منم اینطوری بودم که دردم اومد، ولی خب اینطوری بودم که آفرین قشنگ بود واقعا حرکتش. حالا بعدش چیکار میکنه؟ پای منو میگیره. مثلا من این جیگو چاگیه میزنم، میخوام بزنم به سرش، این با دستش میاد منو میگیره. خب چرا منو میگیری؟ چم شده؟ آره میاد منو میگیره و من میگم که عزیزم منو نگیر، باشه میخوای دفاع کنی برو عقب یا با ساعدت دفاع کن، چرا منو میگیری؟ اصلا نمیشه منو بگیری. و آره و من کلا هیچ وقت شانس نیاوردم از اینکه یه یار خوب برام توی فایت بیفته. چرا بودن بعضیا که گرفتم زدمشون، ولی خب اینم نمیگم چون که مثلا نتونستم بزنمشون، نه، مثلا اینی که سنسی بهش یه چیزی رو میگه که تو مثلا فلان کارو نکن، همون کارو میاد انجام میده. یا مثلا پارسال من فایت میکردم قبل از اینکه مسابقه شهریور و اینا رو بریم، میومد میزد تو کاپ من، یا میومد میزد به عضله پشت پام. بعد من دیدم تو اصلا چجوری میتونی اینطوری به چرخی پاتو بزنی به مثلا پشت پای من؟ اگه بخوام نمیتونم همچین کاری بکنم، تو چجوری؟ دمت گرم واقعا که تونستی. و مثلا این پای من تا مثلا یه هفته گرفته بود و اصلا من نمیتونستم راه برم چون که زده بود پشت پای من. بعد تا مثلا بهشم میگی ناراحت میشه. فایت دیگه، فایت تو بیا منو بکش، فایت.
همین خواستم بچه یکم پیشتون درد و دل کنم، خیلی سخته. مرسی از این که در آخر ویدیو همراه هم بودید. اینجا دیگه پایان ویدیو ماه و باید باهاتون خدافظی بکنم. خیلی دوستتون دارم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو رو دیدید و همراه هم بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر که میخوای راجع به چیز دیگه ای صحبت بکنیم، چیز دیگه ای نشونتون بدم، حتما داخل کامنت ها بگید. کامنت ها رو میخونم. تو رو خدا کامنت بذارید، تو رو خدا لایک کنید، تو رو خدا سابسکرایب کنید، تو رو خدا زنگوله رو بزنید. واگذارتون میکنم به دو دست قطع شده ابوالفضل اگه این کارا رو نکنید. و اینکه عاشقتونم، ماچ به کله های مموستون. خدافظ. Don't need to remind me.